سرزمینی از عذاب شوی و این همان مسیری است که تو در دنیا طی کردی. افسار اسب را محکم بگیر و با یاد و نام خدا در مسیر مستقیم حرکت کن. مبادا به این طرف و آن طرف جاده بروی که برای نجات تو از دست من کاری ساخته نیست. کجاست؟ این گاوان و خران دیگر که هستند. به زمین دیگری از زمین شهوت رسیدیم و اینها شکم پرستان و تن پرورانی هستند که با مال حلال خود شکمان خیش را سیر می کردند و به جز تن پروری فکر دیگری نداشتند. به همین دلیل به شکل خر و گاو و گوسفند نشان می دهند. اما آنهایی که در سمت چپ به شکل خوک و خرس هستند در تن پروری خود بیباک بودند و فرقی میان مال حلال و مال حرام، مال خود و مال مردم نمی دیدند و اینها سخت در عذابند. سریعتر حرکت کنیم تا از آنها دور شویم. خوشا به حالت. تو در دنیا سخت مراقب غذایی که به خانه می آوردی بودی تا با حرام مخلوط نشود و در وقت غذا خوردن هم به فکر شکم پروری نبودی، لذا خیلی راحت از این سرزمین خارج شدی. اگر غیر از این بود سالیان دراز فقط در همین زمین شهوت گرفتار می شدی. اینها گوش کنندگان غیبتند که گاهی از دهان و گوشهاشان آتش بیرون میزنند. از آنها دور شو. در این چاه دیگر چه کسانی هستند؟ اینها کسانی هستند که مؤمنین را مسخره می‌کردند و لب و دهان برای آنها کج می‌کردند و چشم و ابرویشان را برای آنها بالا می‌انداختند. از حساب خود خبردار نمی‌شدم. ای کاش مرد ناتوانی کرد. مال من به درد من نخورد. این چرکا به غذای ما گناهکاران این غذای دیگری به ما نمیدهند. هر که بعد از این چرکابه میخوریم باز هم گرسنه‌ایم. وای خدایا گرسنه‌ام سوختم. در دنیا به مسائل شرعی توجهی نمی‌کرد و موی سرش را به نامحرم نشان میداد و بدنش را برای نامحرمان آرایش میکرد. خدا از او نگذرد که چه جوانهایی را به انحراف کشاند و آنها را به عذاب خدا گرفتار کرد. هر بار که با درد و رنج میسوزند و پود میشوند پوستی تازه و عذابی دوباره دارند و لحظه ای آرامش ندارند. رباخواران این گونه کیفر می شوند. روزی 1000 بار آرزوی مرگ می کنند اما نه مرگی دارند تا راحت شوند و نه آسایشی. اینها کسانی هستند که نسبت به مسائل دینی بی تفاوت بودند و انجام واجبات برایشان چندان اهمیت نداشت. نمازشان را ضایع می‌کردند و دستورات خدا را نادیده می‌گرفتند.
وای بر آنها که کسرت با خدا معامله کردند. ای کاش مادرشان هرگز آنها را نزاده بود. کسانی که برای خوشگذرانی شراب می‌نوشند، ای کاش لحظه‌ای دوستانشان را اینجا مشاهده می‌کردند و می‌دیدند که خداوند چگونه وعده‌اش را عملی ساخته است. چرا تاریک شده است؟ این چه سرزمینی؟ این چه جانورانی هستند که از دیدن آنها و بوی تعفنات سامانشان دل آدم بر میکنند و نفس گرم میشود؟ کمکم کنید! زمین شهوت است و اینها زناتارانند. از راه بیرون نروی که گرفتار میشوی. خدا رحمت کند عیالم را که اسب را برایم فرستاد. به خدا راست گفتند که هر کس ازدواج کند نصف دین خود را حفظ میکند و درباره نصف دیگران باید از خدا بترسد. خدای من رفتم خجل زی بندگی آوردم شرم گر بگذارم. اینها کسانی هستند که در دنیا به خاطر گناهانی که انجام داده‌اند از صراط مستقیم خارج شدند و در لجن و تصافات گناه خود دست و پا میزنند و هیچ دادرسی ندارند، چون در دنیا بارها به آنها تذکر داده بودند اما گوش شنوا. گوشهایشان به خاطر زیادی گناه و معصیت تر شده بود و چیزی نمیشنیدند. حقیقت را میدیدند اما باور نمیکردند و این سرنوشت آنهاست و در بدترین شرایط لب به اعتراض نمیگشایند، زیرا در دنیا حجت بر آنها تمام شده بود و میدانند این تجسم اعمال ناشایست خودشانند.